سلام، پریزاد هستم. این اولین ویلاگیه که دارم میگیرم. تا حالا اعتماد به نفسشو نداشتم ولی میخوام شروع بکنم. امروز میخوایم بریم، امشب یعنی دیگه روز نیست، میخوایم بریم کنسرت هری پاتر با همسرم و میخوام آماده بشم. کلاً 1 ساعت وقت دارم. موهامم کامل هنوز خشک نکردم. از مرطوب کننده شروع میکنم. مرطوب کننده نیوا یکی از بهترین کرماییه که تا الان داشتم. مرطوب کننده زیاد استفاده کردم قبلا. کلینیک استفاده کردم، مثلا یه خفن ترین چیز مرطوب کننده که استفاده کردم کلینیک بود، ولی مرطوب کننده خوبی بود ولی کاری که باید انجام نمیداد. یعنی من از این بیشتر نتیجه گرفتم تا این هم دیگه تموم شد، آخراشه. بعد اینکه مرطوب کننده‌مو زدم وای میستم جذب بشه، بعدش شروع میکنم کار دیگه‌مو کردن. یه مرطوب کننده خوب کار سطح و پرایمر رو براتون انجام میده. میبینید که پوست منم اونقدر پوست جالبی نیست. از ماسک لب لانش استفاده میکنم. ماسک لب خوبیه ولی یه ذره نمیشه زیاد بمونه روی لب. کلا ماسک لب خاصیتش اینه که مثل ماسکای صورت باید زود پاک بشه، وگرنه اون تأثیری که باید و شاید برعکسش رو انجام بده. یه ذره باید بمونه بعد پاک میشه. کرم پودرم از برند دبوراه. این کرم پودر خیلی کرم پودر خوبیه، خیلی سبکه ولی برای من تیر است، ولی با کانسیلر یه کار میکنم یکم روشن شه. ولی کلا میخوام امروز یه ذره آرایش تیره انجام بدم. من کلا تازگی ها با آرایش کردن زیاد حال نمیکنم، برای همین اول همه رو روی پوستم پخش میکنم، بعدش با یه براش روی پوستم میزنم. سیب دستمو پاک کنم. اول قبل اینکه کانسیلر بزنم میام از این رنگ نارنجی پالت مکم برمیدارم و به گونه ها میزنم به عنوان رژ گونه. روی درش چیز میکنم، بعد میزنم به گونه. هنوز خیلی تجهیزات ندارم، با کوچکترین تجهیزاتی که دارم میخوام کارمو شروع کنم. و این و اینو خیلی هم ازشون نمونده، با هم دیگه ترکیب میکنم و به زیر چشام میزنم. اینم پالت کالر کورکتورمه از برند نیکس. سنگین هست، خب نمیگم سنگین نیست. رو بدونید که کانسیلرها و موادی که اصل باشن اگر سنگین باشن در حد مواد فیک سنگین نیستن. مواد فیک یا مواد که کوالیتیشون کمه واقعا روی پوست اذیت میکنه. واقعا دارم میگم. یه ذرم ازش به روی پلکم میزنم، بعد خشکش میکنم، شروع میکنم سایه‌مو زدن. یه ذرم به سمت بینیم میبرم. کانسیلرمو پیدا کردم. چرت ترین کانسیلری که میتونید بگیرید اصلا کرم پود گابرینی واقعا چرته. نمیدونم چی شد پول فروشنده رو خوردم اینو خریدم. چرت، واقعا چرت. کاورش نگاه نکنید، اصلا کاور داره ولی به هیچ عنوان فیکس نمیشه. پچی فیکسش که میکنی کاملا زیر چشم پچی میشه. کانسیلرم رو زیر چشم بلند کنم، بعد پودر فیکسم هم بزنم. بیا شبیه اینایی شدم که دوست پسرشون براشون آیفون میخره. خیلی روشن. بچه به یه نتیجه رسیدم، واقعا زیر چشمتون سفید کنید درست میشه، نگران نباشید. این اولشه، اوکیش میکنم.
این برش اضافهشو میتکنم، زیر چشم پرس میکنم. حالا با این براش پاپولم به زیر چشم میزنم. میخوام یه مانتو صورتی بپوشم، تمیز میکنم، خیلی کثیف شد. این سایه رو من چند ساله دارم، از این رنگش برمیدارم، به کل پلکم میزنم. این سایه رو من چند ساله دارم، من کلاس میکاپ میرفتم. اون تایم من این سایه رو خریدم، 2 تا سایه آناستازیا با هم دیگه خریدم، 500,000 تومان. به کل پلکم نمیزنم، به گوشه پلکم میزنم و زیر خط پلکم، خط کیریسم. سایه رو یه ذره گوشه هاشو میکشم که چشم کشیده تر به نظر برسه. خب دیدید یه دال مانند اینجا زدم، یه دونم اینجا زدم. حالا میرم برای رنگ بعدی، یه صورتی پررنگ برمیدارم، این رنگی اینو برمیدارم، اضافهشو مثل همیشه میتکنم، میزنم درست اینجا، یه ذره جلوتر از اون، بعد میکشم میبرمش توی اون کشیدگیه، ولی تا آخرش ادامه نمیدم، تا جایی ادامه میدم که این رنگش با این فید شه. بعد این بالاش هم که خطی شده رو میدم بالا به این صورت. حالا اون یکی پلک، هر کاری که رو اون پلکت انجام میدی اون یکی هم بعد اون انجام بده، یعنی که این پلک رو تمام نکنی بیای این یکی پلک. بعد اون میرم سراغ این سایه تیره، قهوه‌ای تیره است، میزنم سمت گوشه نیمه چشمم، سمت بن موجم، همین میزنم نیمه چشمم سمت بن موجم. خب تا اینجاش خوبه. از این سایه برمیدارم، یه زمان برای برمیدارم، قاطی میکنم با هم دیگه، میزنم گوشه داخلی چشمم، بعد اینکه این سایه رو زدم، فایدالش رو ببینید، میرم پایین چشمم رو چیکار میکنم، از این سایه صورتیه که برداشته بودم برمیدارم، میزنم اینجا، میارمش میبرم بیرون. حالا اون سایه تیره رو برمیدارم، میزنم اینجا، از اون اکلیله که زدم اینجا چه داخلی چشمم میزنم. تونستم یه آرایش ساده تر بکنم، ولی اولا که چون ولاگ دارم میگیرم، چون که خیلی وقته همچین جایی نرفتم، دوست داشتم یه ذره تو ماچ باشه. یه کوچولو با این براش کرم پودرم میرم زیر سایم با هم دیگه ادغام کنم، پوستم رو با یه پودر خشک میکنم، با این براش برمیدارم کل صورتم خشک میکنم، حتی جایی که پودر فیکس زدم یه ذره میام روش، تیکه تیکه بودنه در بیاد. خب همین کانتور پودریمو استفاده میکنم، کانتور کرمی و احساس کردم خیلی زیاد میشه، اگه بخوام الان از کانتور کرمی هم استفاده بکنم، رنگاشو با هم دیگه ترکیب میکنم که یه توناژ استیبلی در بیاد.
میزنمش اینجا. گوشهای بینیمم اینو اینجا با دست فشار میدم، میزنم به گوشهای بینیمم کانتور میکنم. روژگونم رو فقط این قسمت نمیزنم چون دوست دارم اینجا میذاره سرخ بشه. اینم علاقه دارم به روژگونه، خیلی علاقه دارم، برای همین اینم مثل همون اینجوری میزنم، بعد میزنم به اینجا ببینم. همین باعث میشه که زیر چشم من بالانس بشه، اونقدر تو ماچ به نظر نرسه. روژگونه‌ای که دارم استفاده میکنم نارسه بچه، همیشه برند خوب داشتن نشونه کیفیت داشتن نیست. محصولات پودری نارزو من اونقدر دوست ندارم چون میبینید دارم میکشم، تازه انقدر پیگمنت داده. یه کوچولو هم به بینیم میزنم. قبل از استفاده از ریملم از یه فرمول استفاده میکنم، مداد سفید. خب توی گوشه داخلی چشم یه خطم اینجا میندازم و به بیرون ادامهش میدم یکم. خیلی کنسرتشو من توی اینترنت دیدم بچه، خیلی کنسرتش قشنگ و رویایی بود. امیدوارم خوشم بیاد، امیدوارم حوصله‌ام سر نره، ولی تا الان هر کی رفته راضی بوده. خط چش یادم رفت بکشم، بایستید ریملمو بزنم، یه خط چش کوچولو هم میکشم. خب یه ذره ریمل مالیدم، بهتون میگم چی کار کنید. خب برای اون گندکاری که انجام دادیم یه دونه اینا لازم داریم، پلکو میبندیم و به اون گندکاری ها خاتمه میدیم. تمام. یه ذره به ابروهام میکشم که مرتب بشه. حالا میرم برای خط چشم. یه کوچولو این ته بالای اون خط سفیدی که انداختم میزنم و اینم میزنم یکم به بن موجم بالای خط سفیده. یه ترفندی که برای کشیدن خط چش هست اینه که شما یه خط فرضی از پلک پایینتون که تمام میشه میگیرید و میکشید. از خط پایین نمیکشید، از همون پلک بالا میکشید. کسایی که پوست چرب دارن مخصوصا این خط چشمو از خط پایین اصلا نکشم، چربی میزنه اینجا و کل چشتون خراب میشه. یه کوچولو اینجا خط چشم میکشم و یه کوچولو هم اینجا. میریم برای مرحله آخر که چیه؟ لب. اون ماسک لبمون رو پاک میکنیم. پس برای لبم آرایش کم انجام میدم که تعادل حفظ بشه. خط لبم رو بردارم، تو کنسرت هم میبرمتون، یه ذره ویدیو هم از کنسرت براتون میذارم و ته ویدیو میذارم دیگه. همین دیگه. تینتمو برمیدارم. تینتم برند شوکا ایرانی بود ولی خیلی خوب بود. بوی اتود هاوس رو نمیداد ولی اندازه اتود هاوس خوب بود. من یه ذره توی این برق لب مای تینت ریختم، خیلی خوشگل میشه، صورتی تر میشه که اگه یه روز خیلی خوشگله واقعا، در حد کیکو خوشگله.
اگه داشتم اینو میگفتم که اگه یه روز نخواستم تینت بزنم، فقط همین رو بزنم که مثلا هیدرات کنه لبمو، اوکی باشه. آرایش من چطور شد؟ خوب شد؟ همین دیگه، بریم برای لباس پوشیدن. خب اینجا توی مسیریم، داریم میریم به سمت کنسرتش هم توی اسپیناس پلاس بود، هتل اسپیناس. اینجا هم ورودی کنسرت بود. داشتیم میرفتیم که بلیط رو نشون بدیم بریم داخل. اینم سیناست. اینجا داخل سالن بود، پرچما رو آویزون کرده بودن. اینجا هم چند تا ماکت درست کرده بودن که مردم بتونن باهاشون عکس بگیرن. اینجا هم خانم نگار جواهریان رو با بچه‌شو دیدم. دیگه اینجا رهبر ارکستر اومد و به احترامش همه بلند شدن و منتظر موندیم که شروع بشه. تو حین موسیقی هم دیگه حرف نمیزنم، بقیهشو ببینید، از موسیقی هم لذت ببرید. دیگه تهش دوباره میام. Such a beautiful place. Tommy is happy to be his friend. Harry Potter. Take it up. Give me something. Quickly, a flask, anything. You've been raising him like a pig for slaughter. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. After all this time? Always. So when the time comes, the boy must die. Yes, he must die. اینجا هم دیگه همه به احترام اون کسایی که توی فیلم فوت کرده بودن چراغای گوشیشون رو روشن کرده بودن. دیگه همین دیگه. خداحافظ.